असली वतन में जन्नतें पुरचा हज़ारों नेमतें, नेकबत हमूद राहतें जन्नत सरासर रहमतें, नेकबत हमूद राहतें जन्नत सरासर रहमतें। बुंगेज गुण अल्लाह है मेहरबान व बख्शो के नामा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ गुल चारुकान हर जा के निश्तगेत दुराओ सलामत व सरवर्जो सोवें बेत गर्मी पुरमेरन द्रोत ई मौसमा शुमारा पेश बीत उम्मीद कि शुमारा पसंद बीत। अज़ीज़ गुल चारुकान शुमाती बलूची दीवान व प्रियामा शा अफगानिस्तान मिलिंग गोशगंदा गेंदे तो चारित राज किलोटी मरुच पश्मा सरपरीदे व शुमारा गुशीन मरुची یک اندوجای هستن، یک لوگ یاتگن، یک گیس یاتگن گرمه پرمیر کلمکار گیسی، یک کسی که ای گوشگنده افغانستان ملی تلویزیون و بلوچی پریام و مراگش و دیواننا دیما برتا و ما هم وتی گوندیو کسانیه ای دیواننا چارتن و ای دیواننا کسی که دیما برد باز وتی پرمیر دیواننا پما دیما کرد و پما پیش کرد و مدام وقت وادا بلوچی دیوان و پریامی که همیان شما گندید ما همان چوش ودارتن تاکوتی بلوچی دیوان و پریامنا گندن شوگانستان ملی گوش گندن و کسی که شانا یک کس و یک ادو کاس دیما برد و دیواننا پا ما بری کرد و تی کلمه و تی وقت وادا ندرکو قربانکو پا بلوچی دیوانا و یک واده حاسینت بلوچینی مردما که ایکس گوشتون ینگتا کم هستن ولوچنگ مروچی دیوانا برادر نگواهی دیما برن ولوچنگ که گشت شای جنده دپا بوش کنن و سرپدی پیدا کنن و زانه که ایچ که بوتا چی کرتا عزیزن چاروکان شما گوشی درستی هستید همی واده که به سماسی که نشتگه تو مزن مردمی که مزنته شما هستید و وقتی بلوچین دیوانا نشدیر وقتی که گنده تو چارید ای واجه درست کنید و مروچی مشماعتگان واجه آجی بشیر احمد دوست گیسا و ای کسی انتا که بلوچی دیواننا افغانستان ملی گوشگنده پا مشماشی مطالعه کرتگی و روانگون واجه سلام علیک کرن و دیوانا دیما برن منی امید واها ششمامی شتک که مروچی وطی بلوچی برادر دیوانا تا گرد سرا گند تو چارد. سلام علیک واجه. علیکم السلام. باز باشته وشنام بیت ما باز وشال است که مروچی مارا وقت واده داتی تو وتی لوگ و گسا مارا جا داتی دیما برد مشانو بالگه اشمعاتی ماما باز وش بودن وشنام بیت باز وشال است که مروچی گوشما نشتگن امزان استن و بلوچی دیوان و پریام دیما برن بله و لوٹان گیشته ششما معلوماتو پر توپولی گندن که شما درستی کرتا شما اجازه بید و امیانون عزیز چاروک گندن تو چاره شمارا و عام درست کرتا که شما کی هستید مردم گوشمه چیرگا درستی هن و گوشمه وشین توار و صوتا انو لوٹان بما گشته سرپدی ده که وطی وقت وادا بلوچی دیوانن شما چی انگیزه پیدا پشما چی بو که شما شد تیرات و دیوانن شروع کرده شما چند سر بسم الله الرحمن الرحیم شمایاتنا و شات گوشین که عملیاتا کرتید من شگوندو کسان گوشین که ایمنی سینای لیسا من درس وانتم سنفداتم که بعضی چارو کوش کنوک 15 دقیقه بلوچی پروگرام 15 کماشتا به رادیو افغانستان نشر بود کدی من آماده شدم یک آنان صداتون خب بادشاهی که چون سال گوست برنامه بلوچی به نام ملیت‌های برادر به وجود داد که 5 زبانانا نیم ساعت برنامه دادن رسمی ازبکی، بلوچی، پشهی، نورستانی و ترکمنی که شاید او دا بازم رسمی او دا مقرر بودن به حیث مدیر پروگرام بلوچی نطاق داشتن و نویسنده و شاعرتن گما استاد په حوال خدا بیامرزد و بعض انسان تو براسیتن بلوچی پروگرام دیما بردن و بلوچی پروگرام اسکیجولی ای رنگت که هفتوار برنامه گوندوانی برنامه جاندروهی برنامه راج دفتر بلوچستان بلوچانی تاریخ لفظان کو بلوچانی شاعرانی معرفی و درستی کنگد و این برنامه تلوتو کا چیزی که دولت پالیسی بودین ای سیاست هم اما نشر و شنگ کردن بعض شرط بیباره ما سر پیدا
بیت مرا گشتر سرپدی دید که شما شگوجام تاریکا و شگوجام وقت و واده و تی کارا اصلی نا بونگیج کرتید. سال فکر کنی که 51 من صرف به صفت یک انانسر برای شدتونم 15 دقیقه یک انانس یادتونو په باز خوشحالی و بدون تنخواه و ماجب برنامه استاد دیما بورتن خدا بیامرز استاد په حواله تو دیگه براسم و بعد شایی که دیمترم من گوشتم که برنامه باز رسمی شروع بود سال 57 به چوکات نشرات رادیو افغانستان یک اداره به نام ملیت های برادر تشکیل دادن، تعیینات دادن که هر زبانی شد جتان برنامه داشت، جتان پروگرام داشت. ازبکیت نیم ساعت، بلوچیت نیم ساعت، ترکمنیت و پرشی و نورستانی ایشانی یک عمومی مدیریت اداره و دایرکت بود ایشانی برنامه. استاد مرا گوشید که گوجام وقت و واده گوشگین یا همه تلویزیون کار بونگیج بودند. تاریخ رو چی چون نیوشان نه فیصله به میشی بود که بعضی ملیت وکیل شو پارلمان داشتن وقت ما شما ایش تقاضا کردن که باید ملیت یعنی حقم به تلویزیون داده بید. خب خلاصه باشه مدت 20 دقیقه می 5 زبان که من دیمتر کردن به من چوکات وتی رسمیات یک تشکیل و تعیینات داشتن 20 دقیقه برنامه بلوچی به تلویزیون بناکو و تیکاره نیم ساعت رادیو 20 دقیقه بلوچی تنها بلوچی نات ازبکی و ترکمنی ای برنامه تن ایشی پانا دا افتکتاک را هم وزارت اطلاعات کلتور ما وقت به ملیت داد که به نام وطنداران نشر بود. بعضی بلوچ نویسنده و شاعر باز داشتند شیشی که به تمالوم که ژورنالیست و قلمکار نیوخو انکه چینه انت براز دیگه تو این مقامان شدن شاعرتن نویسندهاتن توانتن بلوچی پروگرام دیما برند ولی بعضی والی بود و بعضی منشی بود و بعضی وکیلی بود یک کشک والا که محبت لوچی نه خب خلاصه به هر صورت من تانا منتن وقتی که براوی صاحب نگو که انون اب تک تا چونه کنه من گوشت منو اب تک رادیو هست تلویزیون هست گوشت دیگه اون کن مجبوره که شامبر این شرافتمندانه منی می اب تک تا بلوچی یک شنبه امه چاپ بود من شپایش نوشته کردن ایش تمام چیز جوره کردن به فلش تعدادتون بازار یک ریاستیت به نام ریاست وطنداران ابتدنامه چاپ کردن دیگه می کرا تا روچه که سال 82 که مریضتون و من تقاضا کردن که باید بازنشسته و تقاوت واتیا گفتن و جنده تقاضا صاحب مرا گوشید که ای کاری ای بخشی که شما دیما بورتی بارش بلوچی دیوانه مردم دلگرمی سیاد وقدار وارث نشان دلگرمی چونتی بگی سیتا بیدان نشان بارا مرا تان بسر پیدا چرا نه وقت زنه که به یک خانواده و به یک جای که قشری مچ روشن خیال بیان وانه کو زانه پرزن تعلیم کنن اگو ژورنالیسم و مطبوعات علاقه دارن و انچون نکبختی جایشن که امام خانواده جن و مردش تحصیل کردن درس واندن کار کردن و باز نه تشویق کردن که این برنامه باید همیش دیما بره که یک افتخارم پا بلوچان و هم پا قومه اما دلگرمی واسطه بود اوانی دلگرمی بود که من چون مریض بودم اگر من تقاوت هم نگفتم مریض بودم و بیمار بودم دیگه مجبور بودم که وقتم نیپورا نواد تقاوت ها گفتم گرچه قوم خیش راضی ندادن ولی صحت نگشتر اجازه نداد نادرواتون دیگه وقتی بازنشستگی تقاضا کرد ما هم باشه 8 ماه منظور بود دیگه بالاخره ناتون نمروز هم دیگه گوتی زاگ مگانم دستم لوتن که لاتن جز چشمه جنده داشته به نگاه شما مارا و از چارکانه سرپدی دید که شما جنده پیدا بوگه جا گجا مدن تشمیاتی انت و شما درس و وانه شو گجا شروع بو گجا مدن نی و دی بوگ اما وقتا که داک سیمست خدا بیامرز من پس به کابل وکیلت سال نزنید چون من ما کابل پیدا بودم تا سال 4 سالگی باشای گوتی پسا ما تنی پس دوره ختم توم نمروزاتونو تا سن 6
من نمروز درس خوندم. باز ما بودی که آیت مرکز ارسالکات اندم پاسکاری و هم معرفه تصادفی ما سال نکمس شالا سوتون اردو آیت تک جاتن معرفه کو که اول نمره و دو نمره و سه نمره و چهار نمره و پنج نمره من خلاصه ایشان میانجین جنجال جوړو تو داستانی پته گوشین برنامه وقتم کمن اخلا مدیر معرف گوشتی نه پش کردن تعجب تکنن دیگه من چونو دا اول نمراتون تعجب کردن تا معرف برد اول سیوم پنجم هفتم نهم معرف بود دوم و چهارم و ششم و هشتم لیسه عسکری بود من اتون لیسه ابن سینا و درسان وانتون کانکور وقتا کارت کانکورم گرفتم پدا نادرا بودون دیگه دم علاج نبود در ملکان شدن مدت باز منتون تیمتر تحصیلم منتون کانکورم منتون دیگه بعد شاید ملازمت به برشنام مؤسسه شروع بود اما بود که سال 57 من به رادیو رسمی مقرر شدم. واجه مرا سرپدی دید مارد که شما اجازه موکره گفتن که اطلاعات اینجا چشم جنده دارم شما جنکو بچک چندان جنکو بچک و اون دستید و ایشان تحصیل بارا گوشه که درس وانتان تحصیل کرتا رو دین تگیتش به یک جای برسینتش من دو بچک و دو جنک دارین و ایشانی حاصل در مجموع 14 نواسک دارین 3 کواسک دارین و این مچین تحصیل کردن تو درس وانتان تو اما یک جنک که مدت معلمت امنی نشار کنی برازا که تمام معلمی کرد دیگه شما گیتر معلومین که شرایط بجنین زاگران بریبر نین تو گسانشتان و خو نیک بختیش انتی که امی خانواده جنومر تحصیل دیما کسی آونیا نگبتو تحصیل کرده است. تحصیل کرده است. بله. عزیزین گلی چارو کم بعد شرط کتی دم کترا هنگتا گون همه هستی تو و تی بلوچی دیوانا گنده تو چارد لوٹن شی واجه جز کنه به کلام بارا که کلام بارا چی جودی کرتگند چی دستا دارند و چی په مشما هشتگند که مشما بار دورن و کوت بار پوز دورن و بان نوانه و شی واجه اما زان تو زانشتا مشما هم پو چیزی ایل دورن ای بارا شواجه جست کنه واجه بیت مارا گوشه که کلام بارا شما چی کس جود کرتگیتی کار فرهنگی و کار دو بیدگی و رسانه که کاران کدیما برتگیتی شی پانا دا پا کلام واسطه چی جودی کرتگیتی پشما و گیتر معلومین تا که امی مطبوعات چون بخش دارید یکی نشرات یکی مطبوعات که فرزن کتاب نوشته کنند چاپ کنند تو پتو پولا کنند و یکی نشرات که فرزن رادیو تلویزیون مسئله چون نی مسلک نشرات تو من نی گشتر نمبر به رادیو تلویزیون بوده کمتر رساک داشتم که من آثار نوشته کنین و رساک امنانو تمید دو آثار که من تراگوشتون که یکی صوت و دیگری چاپ بود و دیگه هم چند تقریبا نزدیکن که اره من تکمیل کنین دیم پا چاپا یعنی وقتی من نداشتم که فرزن گشتر من بلوچی دو دری بیده که فرنگ و راج دفتر نوشته کنین و چون مرده که برای باز شرمنده هم که من بلوچ نتوانستم اما همی بوده که همیش رادیو و تلویزیون بوده که شمی صبح باشدن تا نواشا محمود گتو گتواتن مدنی کاری هستی میتا معلومین که چو آسیا بی که ریتا بانده که چی امین که ریتا گلار تو تن بانده نشراتو بیتا معلومین که هیچ وقفه نداری دیگه مردم دستگاه بیتی دیگه چیزی نرسی یعنی نه شرافمندانه من همین که دیمتر هم گوشتم که همی اب تک تاکا من شپا گوتی زاگو جنینا گو کمپیوتر کرتونو تا شپا 2 بجا منشا چون وقت نداشتن تا بچاپا رسینتونو یک شنبه و شنبه داره بود منتقال بارا گوشتید اما ما دسته دیما یک کتابی است و بیشی بارا شا واجه جست کنه مشماوتی ای آثار و ای کتاب درستی کن بیشی بارا معلومات پر پولی ده ایش کتاب این که ایشی 2 کت شعری بلوچی هند سهمیم که ما دای افتاده که کابل ویران کرد یک چون تکم چون نوشتن موانی تک باز یک تک پتبانی که باز و دیگه بلوچی شیرن تشقیم هستن توتن هم هستن برادر کنید دیوان و تی جنده شمی کتاب هستن یک شیری که منو تاره دوست داری نماره پشمابونه اجازه یک چون بانی تا کدین در ظلم و زوراکی میسرا تا کدین پل و لطمار کنو کنی لطماری تا کدین
تاکدین محلوکا گنگشن و دکال چارک تاکدین باغ و بوستانا بمانی گوارک تاکدین واجه و مستر و بوتارانی زوراکی تاکدین بزگر و شوانگانی گشن و بشامی تاکدین ایش دوری تشکیلش وقتا گیتا باز برادر این چیزیاتش و همه درد و هوپاری که شما باز تقریبا دو تقدیم انت وقت برنامه من زنین کم من دیگه وقت همه ما و شالتان که مروچی وقتی وقت و آدم ما را داتید اگر سوگایی دارید پیسه شدی و هگلو اگر سوگایی پا عزیز چاروکان دارید پا ورنان دارید پیش کنید मैं उम्मीद हुआ है कि शमुचिन वरना नमीशन तक कि ये बलूची दो द्रविड़ ज़ुबान هویت انت قومه وقتی که زبان ازانته وتی فرهنگ ازانته وتی تاریخ و دود و رویده ازانته زانه که ممکن باز گران رو به راج دفتر اکت زانه که من راج دفتر از چی تاریخی گوسته چی مردمی گوسته چی بهادری کردن چی شجاعت کردن چی جدوجهد کردن و بنیادی امی فرهنگ و زبانی که امی ورنه باید ای برک چست بوده ای گامگش که زرتک بوده سنه 1332 بلوچی پروگرام به رادیو 15 دقیقه نشرات شروع کو که بالاخره تا کی وقت خلقی یعنی وقت 2 ساعت و 45 دقیقه بلوچی پروگرام 2 ساعت داشته ایشان اون دیگه ورنانی وظیفه اند که زندگ ساتن تو و یک چیزی پوتی آیو که نسلا بلند شما و هگلوتک شا مسئول و زموارن پا بلوچی دیوانا چی تا؟ شا مسئول و زموارن که امدا سواب دیده قوم بلوچ یا ملیت بلوچ به توین جاگا نشان وقت واده سرکار درگیتن تو ایشان توین چوکی چو وزارت و ریاست دادن که ایشی پانا دا پوتی ملیت و پوتی زبان و پوتی ولایت خدمت کنند ای که کرتان نکرتن نیمروزی تاریخ و بلوچانی بلوچی تاریخ وقت نشانه دن که چین کس درشان و درشانه کن دیگه جاتی گوشتن نیک استاگین گوست پدواره استاگین گوست دیگه انو نوکین کس دوست و براسی بلوچی که فرزن بمی زمانه بمی دوره مقرره بند ای دیگه اما امیدشن که بعد نویسنده قلمکار شاعر دستاب گرن کمک مادی و معنوی کنن پچی که شاعر و نویسنده ما یک قلمن به معلومه دیگه عایدی ندارید با ایشا بعد مزن بعد گوی کمک کنند انو امید ما شما دارن انو 100% امید دارن که به امارت اسلامی دوره بلوچی کنن بارزونت بلوچی ماسی زوانه صحیح هستند که جود و کوشش دارند که کمک کنه تو همکاری کردن شورا جوړید بلوچ دوارک پاده سره اوشتاد امیدین که ای کاروان توتی منزل او آخری نتگا برسید ان شاء الله تعالی اما گوشن برو دیما وتی پادان مدارک که اثر منزل شما لالا زارند منتار هستن که مروچی مارا وقت وعده داتی تو دیوان گونوتی کو تو بارزورتن برادر کرده سلامت به اما شما باز باشوتن که وقتی وقت هم مارا داته و شما بزگو لاچارن که انکنین سرپدیم ندارن یاتی کرده تو آتت گم ما ام دیوانو تد باز منتوار وشنامو صوبین بید سلامت بیتی اما عزیز گندو کو چارو کنه وها گلوٹه که شما جستا باش ما گفت ما گوشت مار وقت واده بی کی واجا مدار کی پیدا کنن و دیوان بی باز منتوارم دوستی که دن منکاستن منوتی پولن سلام نشه دوستی افغانستان پراو شایگان سردگارا و جکو برزین کوستگانی ماد بندانی تلارا پاوان پیش دارین امیدن و تی کستر سلامانه منند و هر جای که هستن صوبین وش دل و شادمان بید گرد سرا یک گوندین انانسی دیت دیوان آخر سرا اناس دیگه بلوچی پروگرام بیلو حمدل امراس بی و شیرازال انگواران ایش امیدت که امه برنامه و پروگرامی که تمیه ادا شنگ بود شما دوست و پسند بود تک بید و کمی که داشته گوتی علم و زانت بزرگی ما را معاف کنید منتر ششما ما هم دیگه گشته چیزی پا گوشتنا ندارین دیوان همه دا حلیت والا سے بھی واجه وتی گوٹی پیغام نواتی برو پیغام خدا پیزیان پیش کرد دیوان همه دا حلیت والا سے تا دیگه دیوان و تا دیگه پریامی که بشمه لوگو میتاکان از ملوٹین همه دورن ذات شما ساتو